سرریاست معارف شهر دوشنبه طبق ماده 9 قانون درباره تنظیم جشن و مراسم مراجعتنامه نشر نموده اسرافکاری، زیادروی، تهیه شیرینی ها و عیدگردک را در عیدهای رمضان و قربان منع کرده است. از این رو از پدر و مادران شخصان آنها را عوض کننده خواهش می شود که در روزهای تعطیل بهاری فرزندان را بیشتر به مطالعه اثرهای بدیعی جلب نموده آنها را نظارت کنند. قید کرده است ریاست معارف. همچنین آراستن دسترخوان با خوراک و شیرینی های زیاد و تقدیم تحفه به کودکان نیز منع می باشد. یادآور می شویم که چند سال پیش شورای علمای تاجیکستان عیدگردک را مخالف معیارهای شریعت و مذهب حنفی اعتراف نموده بود، ولی بعضی علمای دین و تاریخ شناسان می گویند که اگر به تاریخ نظر کنیم عیدگردک یک عنعنه خاص ملی تاجیکان در آسیای مرکزی می باشد. پس از آن که مردم تاجیک به دین اسلام رو آوردند این سنت همچون یک بخش شاده کودکان احیا گردید. در اسلام الله و رسولش به مسلمانان دو عید را مقرر نمودند، عید رمضان و عید قربان. همزمان الله و رسولش معین نکردند که مسلمانان این عیدها را با کدام طرز جشن گیرند، بلکه تنها تاکید کردند که آن باید در دایره معیارهای اسلام باشد. با در نظر داشت این عیدگردک یک عنعنه ملی و سنتی تاجیکان محسوب می شود، زیرا در دیگر کشورهای آسیای مرکزی چنین رسم جشن گرفتن کودکان وجود ندارد. اگر از نگاه احکام اسلام نظر کنیم عیدهایی که پیش از دین اسلام موجود بودند مثل عید نوروز در دین اسلام و مذهب حنفی ممکن نیست، چون که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که عیدهای پیش از دین اسلام بوده شما را الله متعال با دو عید رمضان و قربان عوض کرده است.